عجب آرایش دنیاست نوروز، فروغ عالمی بالاست نوروز. درود دوستان عزیز و ارجمند. البته میخوام باز این لحظه با همسینفم شوقت اشورов همدرد باشم، زیرا درد او هرگز فراموش شدنی نیست. او 2 سال قبل 2 جگربند نورس خود را و یک همسر جوان خود را که از دست داده بود، دردش تا هنوز کم نمی گردد. و البته آخران بار پسری کلانیش از او کلاه خواسته بود، یعنی کیپکه، اما او با آن که دستش تنگ بود نتوانست بخرد و این کلاهایی که در روی مزار میبینید پس از مرگ جگربندانش خریده آورد و در سری مزار آنها گذاشت تا کمی هم باشد دردش تسکین یابد. اما از شما با احترام خواهش میکنم که ایراد نگیرید، زیرا این یک درد است و البته هر کی این درد را دارد شاید احساس میکند. و اکنون باز فصل سرد زمستان است. شوقت باز در مزار جگربندان خود روی قبرهای آنها را از برف تازه میکند. چند پیش این شعر درد آلود او مرا تکان داد که میخواهم برای شما نیز قرائت کرده باشم. غمگین ترین آدم این کهنه جهانم، زهر است مرا به پسران برده نانم. جمعند همه خیش و تبارم سری خانم، هیهات که من در تب و در سوز و فغانم. گم کرده پسر نیست مرا نیم جهانم، هر جا بروم نام پسر ورد زبانم. در محفل ما خشنود و شیرافگن من نیست، آواره و دلخسته در این کنج مکانم. سخت است مرا زندگی بی سر و سامان، پر برف شده روی مزار پسرانم. بی یار در این مزرعه پیغام خوش نیست، افسوس مرا ترک بکرد جان و جهانم. ما از درگاه خدای بزرگ به همسری شوقت اشورов بهشت جاودان طلب میکنیم، زیرا که نورسان او به دعا نیاز ندارند، آنها بهشتی هستند و البته تمنا میکنیم که دستگیر آخرتش باشند. و باز هم از خدای بزرگ تمنا میکنیم که کسی چنین روزهای سخت و مدهش را نبیند. همه فرزندان انسان دلخوش و سرفراز و کامیاب باشند.